به نام خداوند بخشنده مهربان. به سیدی آموزشی ورد خوش آمدید. این جانب محمد صادق امینی نیریز، مهندس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر. این جانب 15 سال سابقه تدریس تو آموزشگاه‌های مختلف در شیراز دارم. مدیر آموزشگاه بودم. در این مدت خصوصی کار کردنم دونستم که بیشتر دوستانی که برای یادگیری نرم افزارهای کاربردی نیاز دارن که کلاس برن و توی کلاس شرکت بکنن، بیشتر این دوستان یک سری مشکلات رو در زمینه یادگیری نرم افزارها دارن. اون مشکلات رو من بررسی کردم و دیدم آموزش نرم افزار بدون کار عملی، بدون ارائه دادن یک کار عملی به دوستان باعث میشه که اونها فقط سطحی یاد بگیرن اون نرم افزار رو و نتونن ازش توی محلی که نیاز دارن استفاده بکنن. من در این سری آموزشی سعی میکنم که کارهای عملی رو با دوستان بیشتر کار بکنم و دوستان خواهند دید که کارهای عملی باعث میشه که بهتر بتونند دوستان در کار موفق باشن. دوستانی که دوست دارن سیدی های آموزشی یا مقالات اینترنتی این جانب رو که بر روی این آدرس در اینترنت قرار گرفته داشته باشن، میتونن وارد این آدرس بشن و مقالات رایگان، کتاب‌های آموزشی رایگان رو از اونجا دانلود کنن. سیدی‌های آموزشی نیز به ترتیب زیر میتونن خرید بکنن، هر کدوم رو دوست داشته باشن و استفاده بکنن. اگر وارد این آدرس بشید میتونید راهنمایی کاملی رو در مورد انواع سیدی‌ها ببینید. دوستان، ما نرم افزار ورد رو میخوایم شروع بکنیم. قبل از اینکه نرم افزار ورد رو شروع کنیم، پایین ویندوز دو تا گزینه شما میبینید، انگلیسی و فارسی. اگر این دو تا گزینه در پایین ویندوزتون وجود نداره، سریعا وارد کنترل پنل بشید، ریجینال اند لنگویج اپشنز را انتخاب کنید. در قسمت لنگویج دیتیلز را باز کنید. دقت کنید اینجا باید فارسی و انگلیسی اضافه شده باشه و باشه. اینجا می‌بینید فارسی باشه، انگلیسی هم باشه. اگر نبود اد رو بزنید. اینجا میتونید اون زبانی رو که میخواید انتخاب کنید و اوکی کنید تا به این قسمت اضافه بشه. در اینجا میتونید حتی کلید میانبر رو هم تعیین کنید و بگید کلید مثلا الان آلت و شیفت براتون فارسی و انگلیسیش میکنه یا کنترل شیفت لایوت توی کیبورد لایوت که حالا من توضیح میدم بعداً چی هست. خب پس اینجا میتونید حتی کلید میانبرش هم تغییر بدید و آلت شب و آلتراسو یا هر مدل دیگه براش تنظیم بکنید. پس بعد از اینکه این تنظیمات رو چک کردیم، ما باید بیاییم به شما بگیم که نرم افزار ورد رو چگونه باز کنید. در ویندوز XP استارت آل پروگرام، مایکروسافت آفیس ورد 2007 یا حالا 2010، چون ما اینجا آموزشمون 2010 بیشتر هست، من سعی میکنم 2007 این مقداری آموزش بدم که شما فکر نکنید ورد ها خیلی با هم فرق دارن و بعد 2010 رو نصبش و آموزش بدم به شما که چگونه نصبش کنید. خب دوستان، اولین چیزی که در صفحه ورد شما مشاهده میکنید یک صفحه سفید رنگ هست که تو این صفحه شما میتونید تایپ بکنید. اولین ابزاری رو که من به دوستان پیشنهاد میدم که تا وارد ورد شدن فعال کنن این دو تا ابزار هست. این دو ابزار رو شما کلیک میکنید، این ابزار و این ابزار چی میشه؟ فعال میشه. این ابزار right to left هست، text direction. این ابزار هم هست align text right یا کنترل R.
حالا که فعال شد شما میتونید شروع به نوشتن بکنید. پس دوستایی که فارسی و انگلیسی با هم مینویسن یا فارسی تک یا انگلیسی تک هم میخوان بنویسن، تا وارد ورد شدید این دو گزینه رو تنظیم کنید تا دیگه با مشکل بر نخورید. حالا کجا مشکل بر میخورید؟ شما یه متن رو تایپ میکنید، یه تحقیق 30 صفحه‌ای، 40 صفحه‌ای، 50 صفحه‌ای رو تایپ میکنید، میبرید در مغازه، به هر مغازه داری میدید میگید پرینتش کن، میگه آقا من پرینت میکنم ولی اگه به هم ریخته بود با خودته. یا اینکه بنده پرینتش میکنم ولی دست تنظیماتش نمیزنم. حالا من بهتون یاد خواهم داد که اون مقاله رو چه جوری پرینت ببرید برای پرینت که این مشکلات دیگه با اون طرف نداشته باشید. خب بعد از اینکه این دو گزینه رو شما تنظیم کردید، میتونید شروع به تایپ بکنید. دستتون رو به کلیدهای صفحه کلید بزنید و اگر آلت و شیفت بزنید میتونید فارسی هم بنویسید. ما نام خداوند رو اول می نویسیم که به ما کمک میکنه که بهترین آموزش رو ارائه بدیم. با زدن یه آلت و شیفت پشت سر همین من شروع میکنم in the name of God. چون صفحه کلید یه مقدار کوچیک‌تر از صفحه کلیدی که خودم استفاده میکنم هست، متاسفانه یه ذره کلیدها رو جابجا میزنه و من مجبورم دوباره تایپ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این the name of God. دوباره اسپیس زدم، اینجا دوباره میتونم بنویسم بی نام تو. پس ما اگر این دوتا کلید رو تنظیم بکنیم دیگه نیازی نیست دست به هیچ ابزاری بزنیم. آلت و شیفت بزن فارسی بنویس، آلت و شیفت بزن انگلیسی بنویس، پشت سر هم ادامه میده. نکته مهم اینه که ورد وقتی خود به آخر خط برسه میره خط بعد و شما تا وقتی که پاراگرافتون تموم نشده هیچ موقع اینتر نزنید. پس دوستان یادتون باشه تا پاراگراف شما تموم نشده اینتر نمیزنید. پس آخر هر پاراگراف که رسیدید اینتر میکنید. چجوری؟ من یه مقاله‌ای که از قبل آماده کردیم جهت آموزش بهتون نشون میدم تا بدونید کجاها باید اینتر بزنید. یه مقاله رو به شما دادن تایپ کنید، شما میاد کار تایپ رو انجام میدید، اینجا که رسیدید اون موقع اینتر بزنید. میبینید؟ پس تا آخر خط اینجا نگاه بکنید، الان اینجا هیچ اینتری نخورده تا اینجا. چه جوری ببینیمشون؟ اگر این ابزار رو انتخاب بکنید محل اینترها دیده میشن. میبینید؟ محل اینترها چی میشن؟ دیده میشن. اگه دقت بکنید هیچ جا به جز آخر خطوطی که پاراگراف تموم میشده اینتر نشده. یا اینکه سرتیتر رو نوشته یه اینتر کرده برای خط بعد شروع بکنه. پس اینجا به شما ثابت میکنه که این کسی که این کار رو تایپ انجام داده واقعا خوب کار کرده و میدونسته این اصول رو میشناخته و میفهمیده کجا باید اینتر بزنه. خیلی مهم هست که شما اصول رو یاد بگیرید و بدونید آخر خط وقتی تموم میشه و میخواید برید خط بعد باید اینتر کنید. وگرنه وقتی دارید یک کتاب رو تایپ میکنید خط اول کتاب تموم شد نباید اینتر کنید شما برید خط بعد. باید اینقدر از خط بعد کتاب رو بنویسید تا خود به خود ورد بره به خط بعد. پس این خیلی مهم هست. سعی کنید حتما این نکات رو رعایت کنید دوستان. فرق یک تایپیست خوب با یک تایپیست بد همین نکات کوچولو هست. همین نکاتی که به نظر شما خیلی ساده به نظر میرسه. خب دوستان، پس آخر هر پاراگراف شما یه اینتر میزنید. دیگه اینتر نمی کنید. خود به خود وقتی می نویسید میره به خط بعد و ادامه میده. اگر سرتیتر رو نوشتید دوباره یه اینتر میزنید برای خط بعد شروع بکنید. پس این طرز کار اینتر بود که من توضیح دادم. این ابزارم به شما گفتم که جایی که اینتر میکنیم این ابزار چی میشه؟ دیده میشه. اگر میخواید یک صفحه خالی ایجاد کنید باید دستتون رو کلید اینتر بذارید و اونقدر اینتر بزنید تا به خط صفحه بعد بره. الان
یک صفحه خالی زیر اون نوشته های شما چی شد؟ ایجاد شد. و من اینتر زدم. اگه خواستیم این علامت های اینتر، من گفتم نمونه این علامت ها توی تایپ دیده نمیشه، فقط برای آگاهی شما هست که اون طرف تایپیستتون خوب کار کرده باشه. ببینید این توی پرینت دیده نخواهد شد. خب دو ابزار اولیه رو یاد گرفتیم، میایم میرسیم روی فونت. فونت چیه؟ شنیدید میگن آقا نستعلیق می نویسه، آقا چه میدونم کوفی می نویسه، آقا مثلا خط حسینی می نویسه، آقا چه میدونم میخی می نویسه. اینا هر کدومش یه فونته. یعنی چی؟ یعنی یه ساختار نوشتنیه. پس اگر شما بخواید فونت رو تغییر بدید، باید خاصیت فونت رو توی نرم افزار ورد بشناسید. این قسمت فونت هست. با باز کردن کلید کنار این فونت میتونید انواع فونت ها رو ببینید و اگر نوشته شما قبلا انتخاب شده باشه، به وسیله ماوس انتخاب شده باشه، هر فونتی رو دوست دارید بهش چیکار کنید؟ اعمال کنید. خب فونت میتونه کوچولو نوشته بشه یا بزرگ نوشته بشه، به اون میگن سایز. با سایز میتونید فونتتون رو بزرگ یا کوچیک کنید. پس شما میتونید فونت رو با از قسمت فونت تغییر بدید و سایز رو از قسمت فونت سایز تغییر بدید. دو ابزار دیگه هم اینجا هستن که به شما کمک میکنن برای کوچیک و بزرگ کردن فونت. این دو ابزار هم میتونید به عنوان فونت سایزتون چیکار کنید، از اینا هم استفاده بکنید. نکته اینه اینا بعضی موارد دو تا یا 10 تا یا 5 تا بعضی وقتا جابجا میشن که اون استاندارد تعریف شده اینجاست. استاندارد اینجوری زیاد میشن. اگه شما بخواید مثلا 39 رو داشته باشید چیکار میکنید؟ یا 29 رو داشته باشید چیکار میکنید؟ من الان 34 رو میخوام. نبود تو این لیست دیگه. 34 اینجا وجود نداره. هیچ کاری نداره. شما اینجا کلیک میکنید، 34 رو مینویسید و بعد اینتر میزنید. تموم شد. 34 خودش ست میشه. علت به هم ریختن این هست که فونتی که انتخاب کردیم تحت فارسی کار نمیکنه. دوستان بهترین فونت هایی که فارسی کار میکنن رو من اینجا بهتون نشون میدم. بیزر فارسی کار میکنه، پس بیزر شد یکیش، و بی نازنین. این دوتا فونت فارسی مهم هستن که توی ادارات زیاد کاربرد داره. بی نازنین، من بی نازنینم پیدا کنم، اینم بی نازنین. خیلی هم شبیه به همن. اگه دقت بکنیم ذره مقداری نازک‌تر میشه، وگرنه از نظر ساختاری خیلی به هم نزدیکن. میبینید خیلی به هم نزدیکن. پس بی نازنین و زر دو فونتی هستن که توی کارهای اداری استفاده میکنید. خب اگر شما این متن رو انتخاب کنید، روی این گزینه بزنید، تو پر میشه، یعنی بولد میشه در اصل. پس تو پر شدن همون بولد شدن. ایتالیک کج مینویسه براتون. میبینید یک کمی کج مینویسه، خوشگل ترش به قول خودمون میکنه. اگر آندرلاین رو بزنید زیر خط میندازه براتون. مدل های زیر خط های مختلفی هم اینجا چیه؟ وجود دارن. فکر نکنی حتما اون یه مدل زیر خط. این کنارش رو اگه باز کنید انواع زیر خط های مختلف رو میتونید براش بندازید، یا آندرلاین های بیشتر، آندرلاین های چی؟ بیشتری رو بهش بدید. میبینید انواع آندرلاین ها اینجا وجود داره که بعدا این قسمت رو براتون کامل توضیح میدم. خب اگر من این آندرلاین رو غیر فعال میکنم، اگر این قسمت رو که استریک تو رو هست رو شما انتخاب کنید، خط میزنه روی نوشته شما. خط میزنه روی نوشته شما. این قسمت من میذارمش زرد، قرمز. میبینید زیر رنگ نوشته‌تون عوض میکنه. خب بهش چی میگن؟ این خیلی مهمه. کنارش اگه قرار بگیرید تکست هایلایت کلور، هایلایتش میکنه. هایلایت یعنی رنگ میکشه روی نوشته شما. پس رنگ میکشه، میبستید هایلایت میکنه، رنگی اینجا قانونا زیر نوشته شما داره رنگ میکشه، یعنی زمینه زیر رنگتون رو داره تغییر میده. در از هایلایت شدن، کشیدن رنگ توی محل خاص هست، میگن هایلایت. خب میایم اینجا میکنیمش قرمز. چه اتفاقی افتاد؟ فونت شما که نوشته شده قرمز میشه، یعنی در اصل متن
متن شما رنگش قرمز رنگ میشه، میبینید زرد میشه. برای زیبانویسی توی صفحات اینترنت این خیلی کاربرد داره، ولی در تایپ همیشه اینا چی میگیرن؟ سیاه رنگ میگیرن. نکته، دوستانی که واردن و تایپ میکنن از سیاه‌های کم رنگ تری استفاده میکنن. علت چیه؟ وقتی پرینت میشه جوهر کمتری مصرف میکنه. در حالت پرینت جوهر کمتری مصرف میکنه. خب ما چند گزینه مهم رو که توی قسمت فونت قرار گرفته بودن بررسی کردیم با هم دیگه. حالا میخوایم بگیم که اگر خواستیم x رو بنویسیم، بالای این x بنویسیم x به توان 2، چی کار کنیم؟ این ابزار برای ما این کار رو انجام میده. خب من این مقداری بزرگترش میکنم که کاملا دیده بشه، شما ببینیدش کامل. خب میخواد دوباره بیاد پایین، این کلید رو میزنید و ادامه کار رو ادامه میدید. پس این کلید اگه فعال باشه همیشه بالا می‌نویسه. حالا خواستید x دوم بنویسید. توی شیمی مثلا می‌نویسن h2o، هاش میخوایم بنویسیم h2o، میخوایم 2o رو بزنیم، پس 2 میخواد پایین قرار بگیره. وقتی میخواد پایین قرار بگیره این ابزار رو میزنیم، عدد 2 رو مینویسیم، ابزار رو غیر فعال میکنیم، او رو مینویسیم، h2o آب. پس این یه راه نوشتن بود که ما میتونستیم این دو ابزار دیگر هم چیکار کردیم؟ شناختیمشون. کلیر فرمت ساختاری شما رو پاک میکنه. چی شد؟ بالا نوشتن، پایین نوشتن ها که یه فرمتی بود که به این خط داده بودیم کاملا چی شد؟ پاک شد. من میخوام ببینم کلیر فرمت حتی فونت شما رو هم افزایش دادید، میبینید پاک میکنه. پس هر تغییراتی که شما تو این متن داده باشید به حالت پیشفرض خود ورد برمیگردونه، در اصل این کلیر فرمت هست. خب من برای زیباتر شدن کارمون برش میگردونم به حالتی که اینو نوشته بودیم. ما در این جلسه قسمت فونت رو کاملا شناختیم. ابزار ترازبندی اول رو که برای شروع در ورد بسیار بسیار لازم هست شناختیم و فهمیدیم که جایی که اینتر میزنیم با این ابزار چی میشه؟ مشخص میشه. خب این ابزار شوهید رو من کنارش دارم قرار میگیرم که اسمشو بنویسه دوستان ببینن. بله، شوهید یا کنترل به علاوه ستاره، میتونید این کلید رو بزنید و این کار رو انجام بده براتون. پس این شوهیدم من براتون توضیح دادم. ما در قسمت بعدی سری دوم آموزشمون میخوایم نامه اداری تایپ کنیم. پس اینا رو یاد گرفتیم تا بتونیم نامه اداری رو تایپ کنیم. پس قسمت بعدی آموزش مراجعه کنید و بقیه فیلم ها رو ببینید. با تشکر از